خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. این درسی سومی التذکره فی علوم الحدیث هست که کتابی هست در مصطلح الحدیث. در این درس ما انشاءالله چی میکنیم؟ با قسمتی صحیح انشاءالله داخل میشویم، اما پیش از آن که به همون قسمت داخل شویم در آخری درسی آخران امام ابن ملقین گفته بود که اقسام الحدیث ثلاثتون، که اقسام حدیث سه تا می باشد، سه قسم می باشد یا سه اقسام می باشد، و بعدا گفت که صحیح و حسن و ضعیف. اکنون پیش از آن که به همین صحیح و حسن و ضعیف داخل شویم یا مخصوصا در درس امروزه در قسم صحیح داخل شویم، همین اقسام حدیث چند تا می باشد در همین جا داخل می شویم. یعنی که در این صحیفه دوم من برای شما یعنی این بحث را پیش می کنم که اقسام حدیث چند تا می باشد. امام ابن ملقین گفته است که اقسام حدیث سه تا هست، اما اگر رساله رو نظر کنید، تذکره رو اگر نظر کنید، یعنی خیلی زیاد اقسام می شود، 60 تا 80 به فکرم اقسام رو ذکر می کند. پس این چی معنا دارد؟ پس آیا اقسام حدیث سه تا هست یا اینکه بیشتر هست؟ در این مورد در بین علما کم ترک یعنی فرق وجود دارد، چون که بعضی علما از یک نگاه یعنی تقسیم می کنند، بعضی علما از دیگر نگاه، و عموما حدیث هم از جهت تقسیم شدن از چندین جهت ها تقسیم شده می تواند. اگر این رو نظر کنید، این رو من از یک کتاب گرفتم، الابحاث فی علم اصول الحدیث و مصطلحاته. در اینجا یعنی بعضی صفت ها یا بعضی جهت های حدیث رو ذکر کرده است همین مؤلف، که طبق همین صفت ها یا طبق همین نوع ها ما میتوانیم که حدیث رو تقسیم کنیم. مثلا الحدیث باعتبار وصوله الینا، حدیث از جهت عدد سندهای حدیث. مقصد همین صحیفه همین قدر هست که شما بدانید که حدیث میتواند از چندین جهت ها تقسیم شود. پس من بعضی جهت ها را برای شما پیش میکنم که شما آگاه باشید که حدیث فقط سه قسم نمی باشد، و اگر ما سه قسم بگوییم از چی جهت رو در نظر داریم، از چی جهت چی رو ما در نظر میگیریم، به نظر میگیریم تا اینکه به سه قسمت تقسیم کنیم. مثلا پیش از آن که من در این داخل شوم یک مثال عادی هر روزه را من برای شما بگویم. اگر من برای شما مثلا یک یعنی قاب پر از میوگی اگر برای شما بدهم و برای شما بگویم که همین میوگی رو شما تقسیم کنید به چندین اقسام، و در اینجا یعنی هر خیل میوگی باشد، هر رنگ داشته باشد، هر یعنی مقدار داشته باشد و کلان و میده داشته باشد، اگر من برای شما بگویم که همین رو شما تقسیم کنید به چندین یعنی قاب‌های یا اینکه تلرکه‌های میده چه، شما شاید از من سوال کنید که از چی نگاه تقسیم کنم؟ آیا یعنی الدرش کرده از هر میوگی یک تا رو گذارم، یا اینکه میخواهید که من انگورها رو در یک قاب بگذارم، سیبها رو در دیگر قاب بگذارم، یا مثلا این طور بوده میتواند که من با شما بگویم که از نگاهی مثلا مقدار تقسیم کو. پس شما چی میکنید؟ در یک قاب همان میوگی که کم هست در همونجا میگذارید و یک قاب دیگر رو میوگی که زیاد هست در دیگر قاب میگذارید. این چی شد؟ دو قسم شد. همین خیلی نیست؟ اگر من به شما بگویم که این میوگی رو از جهت رنگهایشان تقسیم کو، شما چی میکنید؟ خب کبودها رو در یک جا، مثلا کبود خیلی کم هست، یا اینکه فیالتوی رو در یک یعنی در یک قاب دیگر شما میگذارید، سرخ ها رو در یک قاب دیگر، زرد ها رو در یک قاب دیگر و غیره. این بود از جهت دوم. و اگر من مثلا بگویم که از جهت خرد و کلان بودن، یا اینکه از جهتی که کی من این میوگی رو خریدم، میوگی هفته قبلی رو در این قاب بگذار و میوگی که امروز خریدم در اینجا بگذار، یا اینکه مثلا من بگویم که میوگی رو از جهتی که کدام عضو عائله کدام میوگی رو نقض میبیند از همین جهت تقسیم کن. یعنی شما یعنی اهمیت بدهید که میوگی اگر من بگویم که چند اقسام دارد، یا اینکه من در همین صحنه که پیش کردم به چند اقسام تقسیم می شود، ما نمیتوانیم یک عدد رو ذکر کنیم. اهمیت دادید؟ من برای که اگر من بگویم به 2 اقسام یا اینکه من بگویم به 5 اقسام، این از کدام نگاه هست که ما این میوگی رو تقسیم کردیم؟
خب این یک مثال خوب هست که من برای شما و خیلی آسان که من برای شما پیش کردم. پس همین خیلی هم در اقسام حدیث اگر سوال شود که حدیث چند نوع دارد، اگر ما جملتاً یعنی جمعاً در نظر داشته باشیم، این هم یعنی عددش شمار کردن یا یک عدد معین را یعنی مقرر کردن یا گفتن، این در این هم دشواری هست، چون که در این هم اختلاف هست. و از جهتی که مثلا از جهت صحت اگر بگوییم یا اینکه از جهت عددی راویان بگوییم و غیره و غیره، از این جهت هم حدیث تقسیم شده میتواند. پس ما هیچ وقت نمیتوانیم که یک عدد رو پیش کنیم. ما باید سوالی ما باشد که از کدام جهت در نظر داری، کدام یعنی صفت حدیث رو در نظر داری، از کدام جهت من برای تو تقسیم رو پیش کنم. پس حدیث میتواند که از یعنی به چندین اقسام تقسیم شود و از جهت عددی که به حدیث ما نسبت میدهیم، این عدد هم فرق میکند وابسته به این که کدام صفت حدیث را ما به نظر میگیریم. یعنی همین نقطه هست که من برای شما از همین صحیفه فهماندنی هستم. پس اگر این فروعات رو، این تفصیلات رو اگر نفهمیدید باقی نداره، چون که مقصد همین صحیفه همین قدر هست که همین طریقه حساب کردن حدیث رو شما بفهمید. مثلا اگر از این جهت اول حساب کنیم، میشود حدیثی مشهور، حدیثی عزیز، حدیثی غریب. اگر از جهت الحدیث باعتبار القبول و الرد، اگر از جهت قبول و رد کردن حدیث یعنی قوت حدیث که آیا شرایط صحت را پوره میکند یا نه، اگر از این جهت ما حساب کنیم، حدیث میتواند که صحیح باشد، حسن باشد، ضعیف باشد، موضوع باشد. و اگر از جهت الحدیث باعتبار تقویت الحدیث، از جهت یعنی قوت دادن به حدیث باشد، این میتواند که حدیث تابع باشد، حدیث شاهد باشد و غیره. اگر از الحدیث باعتبار منتهى السند، از جهت انتهای سند که به کی انتها میکند، اگر از این جهت ما به نظر بگیریم یا تقسیم کنیم، حدیث میتواند که حدیث مرفوع باشد، حدیث موقوف باشد، حدیث مقطوع باشد، یا گفته می شود که حدیث قدسی باشد. و در اینجا الحدیث باعتبار عدد روات میتواند که حدیث از جهت عدد راویان حدیث تقسیم شود و ما یعنی به این هم چندین قسم های حدیث داخل می شود. و این چنین الحدیث باعتبار اوصاف روات و معرفتهم و آدابهم، از جهت صفت های راویان حدیث و غیره. خوب، یعنی خیلی جهت های زیاد هست. از همه مهمترین جهت ها شاید همین 4-5 جهت باشد که از همین یعنی از وابسته به همین صفت ها یا اینکه به همین چیزهایی که ما به نظر میگیریم حدیث تقسیم می شود. خب پس خلاصه همین سوالی که حدیث چند اقسام دارد این هست که ما یگام عددی معین رو ذکر کرده نمی توانیم. اگر از شما سوال شود یا من از شما در امتحان سوال کنم که همین حدیث چند اقسام دارد، شما می توانید که دو خیل جواب بدهید. یا اینکه بگویید که مثلا حدیث از جهت عدد سندها 3 قسم می باشد، یا اینکه حدیث از جهت انتهای سند 3 یا 4 قسم می باشد. می توانید که این خیل جواب بدهید. یا اینکه به سوالی من سوال کنید که از کدام جهت به نظر داری. اگر من برای شما بگویم که جمعاً یعنی تماما چند تا حدیث هست، به این عدد رو گفتن، عدد معین رو پیش کردن امکان ندارد. و حتی مثلا امام های حدیث در این مورد هم یعنی همین اختلاف رو پیش کردن و همین نقطه رو فهموندن که ما نمیتوانیم که حدیث یعنی با جمعاً تمام اقسام حدیث یک یعنی شماره یا اینکه یک عددی معین رو ذکر کنیم. مثلا امام سیوطی، الامام السیوطی رحمه الله که مؤلف تدریب الراوی می باشد که یکی از کتاب های مصطلح الحدیث می باشد، در آنجا امام سیوطی مثلا می گوید که تقریبا 93 اقسام حدیث هست. اما علامه ابن الصلاح، امام ابن الصلاح که این هم یکی از کلان مرتبه ترین یعنی یکی از پیشوای محدثین می باشد از جهت مصطلح الحدیث، امام ابن الصلاح الشهرزوری در کتابش مقدمه ابن صلاح و این چنین امام ابو زکریا النووی، این دو عالم مصطلح الحدیث و عالمان محدث
چی گفتند که جمعاً اقسام حدیث 65 اقسام می باشد. یعنی بعضی علما عددی معین رو پیش کردند و یعنی کوشش کردن که تخمین کنن، اما حتی این علما هم، این عالمان حدیث هم این نقطه رو از این نقطه آگاه هستن که ما نمیتونیم که یک عدد معین رو چی کنیم ذکر کنیم. و این علمانی، نامهای علمانی که من به شما پیش کردم، یعنی این علما خیلی مهم هستن، این علمانی حدیث هستن و از جهت فقهشون شافعی المذهب هستن، یعنی که شافعی هستن در مذهبی فقهی خود. اما چنانی که من به شما گفته بودم که فنی حدیث همین خیل هست، زیادی علمان حدیث در فقهشون شافعی بودن، اما هست یعنی علمان مالکی و حنفی و غیره که در یعنی محدث هم می باشند، اما مذهبی فقهی در اینجا اونقدر ربط ندارد، اونقدر مهم نیست، چون که من گفتم که منهج محدثین جدا است از منهج فقها یا اینکه فقیهانی مذهب. خوب، و مثلا یعنی امام حازمی در کتابش یک گپ رو میگوید که من برای شما پیش میکنم و خلاصش رو به تاجیکی بعد میگوید که وليس ذلك بآخر الممكن فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. ليس بآخر الممكن، ممکن نیست، امکانیت نیست که ما برای اقسام حدیث یک عدد معین رو پیش کنیم. برای چی؟ میگوید که برای که این قابل للتنويع الى ما لا يحصى، یعنی که این میتواند، یعنی همین حدیث، فنی حدیث یا اقسام حدیث میتواند که تا عددی غیر محدود یا اینکه تا حدی غیر محدود تقسیم شود. و برای چی تا یعنی حدی غیر محدود؟ برای که دوامش میگوید که اذ لا تحصى احوال رواتی و صفاتهم ولا احوال متون الحديث و صفاتها و ما من حالة منها و غیره، یعنی که چون که یعنی همین عددی اقسام حدیث وابسته بر صفت حدیث می باشد و صفت حدیث وابسته به صفت راویان حدیث می باشد و چون که مردم و اشخاص و راویان صفتهایشان هر گونه هست، چندین اقسام هست و از چندین نگاه ها و جهت ها تقسیم شده می تواند، برای همین هست که اقسام حدیث هم از چندین یعنی جهت ها تقسیم شده می تواند. خب اگر یک مثال عادی من برای شما بگویم، حتی شما همچون یک شاگرد ابتدا کننده اگر من برایت بگویم که خب همین 10 حدیث رو بگیر و تقسیم کن و یک تقسیم نو رو ایجاد بکن، شاید شما چی کنید؟ ببینید که بعضی حدیث ها رو صحابه رضی الله عنهم، اولین راوی که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکند یعنی صحابه روایت کرده هست، و بعضی حدیث ها رو صحابیات یعنی زنان صحابه رضی الله عنهم روایت کرده هند. پس شما چی کردید؟ این تقسیماتی که کردید این را از جهت جنسی یکم راوی تقسیم کردید، یعنی که مرد یا اینکه زن، این هم یک تقسیم بوده میتواند. مثلا گرچه که این تقسیمی معتبری محدثین نیست، جنس آنقدر دخل ندارد، یعنی عدالت کافی هست، عدالت راوی زیادتر مهم هست، جنس آنقدر فرق نمی کند که جنسیتی راوی چیست، اما دیدید که چقدر شما یک تقسیماتی نو رو ایجاد کردید. پس همین یعنی گپ در همین جا هست که علامه حازمی همین گپ رو میگوید که من با شما عدد رو پیش کردن نمیتوانم، چون که این یک عدد معین رو در اینجا گفتن یعنی ممکن نیست، امکانیت ندارد. همه این گپ ها یک طرف، اکنون بعضی علمای حدیث این طور میگویند که گرچندی که ما تقسیمات حدیث رو یعنی به تقسیمات حدیث به انواع حدیث ما یک عدد گذاشتن نمیتوانیم، اما از جهت قوت حدیث یا اینکه از جهت تقسیمات اولی و از همه مهمی حدیث ما میتونیم که حدیث رو به 3 اقسام تقسیم کنیم و این 3 اقسام چی می باشد؟ صحیح، حسن و ضعیف. و تمام دیگر اقسام هایی که می آید ما تحت همین 3 قسمی اولی یا از همه مهم تقسیم می شوند. یعنی که حدیث می تواند که از جهت انتهای سندش مثلا مرفوع باشد و حدیث مرفوع هم یا اینکه صحیح یا اینکه حسن یا اینکه ضعیف می باشد، ما تحت همین اقسام اساسی یعنی داخل می شود، می آید. یا می تواند که حدیث از جهت عددی سندهای حدیث می تواند که غریب یا عزیز باشد، اما باز هم ما تحت یعنی انواعی یا اقسامی
سگانه اساسی داخل می شود. یعنی که اگر بگویم این سبز که می بینید، این نوع تقسیم کردن، این را زیادی علمان حدیث طریقه تقسیم کردنی اساسی شمار میکنن. اقسام اساسی حدیث 3 تا می باشد بر قول زیادی علما و خودی عددی تمام حدیث ها رو معین کرده نمی شود، اما هست، یعنی تقریبا تا 100 تا رفته یعنی می باشد، تا 100 تا اقسام حدیث می باشد. این از صحیفه یعنی دومی همین کتاب. مؤلف میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم فالصحیح ما سلم من الطعن فی اسناده و متنه. پس صحیح آن است که از اتهام در اسناد و متنش امین است. اگر من کلمه به کلمه ترجمه کنم، ما آن چیزی که سلیم سالم است یا اینکه امین هست، حفاظت شده هست، خالی هست من از طعن، اتهام یا طعنه در اسنادش و متنش. و من برای شما گفته بودم که بین کلمه اسناد و سند چی فرقیت هست. نوشته نکرده بودم، اما برای شما در خودی درس گفته بودم که در این کلمه اسناد هم دو قول می باشد، یا اینکه این مرادف هست، یعنی که هم معنا هست با سند، یا اینکه این یعنی چون که مصدر هست از باب افعال، این یعنی اشاره به فعلی بیان کردن سند را گفته می شود. اما چنانکه که در اینجا اهمیت شاید داده باشید، در اینجا کلمه اسناد همچون معنای سند آورده شده است. و بعدا میگوید و منه المتفق علیه و هو ما اودعه الشیخان فی صحیحیهما. و از آن متفق علیه هست، یعنی که از حدیث های صحیح آن حدیث های هست که یعنی ما به آنها متفق علیه نام میمانیم، که آنها را کدام ها گفته می شود که آن را دو شیخ در صحیح هایشان جای دادند. شیخان یعنی که دو شیخ. یاد دارید دین روز در درس عربی چی یاد گرفتیم؟ تثنیه یا مثنی. و گفته بودم که برای آن که یک کلمه را از مفرد به تثنیه تغییر بدهید، الف نون را انی را باید اضافه کنید. شیخون بود، شیخانی شد. دیدید دو شیخ در صحیحون، یک صحیح رو گفته می شود، یعنی که یک کتاب صحیح. اما دو کتاب صحیح رو صحیحین گفته می شود. اما چون که در اینجا اضافت شده است، مضاف و مضاف الیه شده است، نونش حذف شده است و صحیحیهما گفتم. و هیما اصلا هما هست، ضمیر متصل. خب دیده که چه خیلی آهسته آهسته قطره و به قطره وقتی که شما یاد میگیرید الکی اهمیت داده میتوانید. یعنی که در این دویم قسمت چی گفته است که حدیث هایی که متفق علیه هست، معنای متفق علیه چی معنا دارد؟ یعنی که هم امام بخاری این شیخان دو شیخ به کی اشاره میکند؟ این واضح هست در فن حدیث این اشاره به امام بخاری رحمه الله و امام مسلم رحمه الله یعنی اشاره هست. امام بخاری و مسلم وقتی که عین حدیث را در هر دوی کتابهایشان وقتی که می آرند، این را متفقون علیه گفته می شود. یعنی که با سندهای خودشان می تواند که یک محدث همان متن حدیث را با سند خودش یعنی روایت کند و یک محدث دیگر با سند خودش. پس وقتی که عین متن حدیث را امام بخاری در کتابش بیارد و امام مسلم در کتابش بیارد، چون که این حدیث در هر دوی صحیح ها در هر دوی کتاب های صحیح وجود دارد، این حدیث را گفته می شود متفقون علیه. اما بر متفقون علیه یعنی یک شرط دیگر هم هست. اگر اینش را نفهمیدید باقی ندارد، اما شرط همین هست که حدیثی که یا سندی که پیش میکنن هر دویشون باید به عینی همان یک صحابی برگردد. نمیتواند که از دو صحابی مختلف برگردد. اگر به دو صحابی مختلف برگردد یعنی که عینی متن هست اما سندهایشون دیگر هست، از استادانشون گرفتن این حدیث رو. و اگر برگردد به دو صحابی یعنی که دو صحابی این حدیث رو، این متن رو یعنی از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدن و یعنی به دیگران رساندند، به شاگردانشان و غیره، تا اینکه دو سند به این حدیث وجود دارد، به این متن وجود دارد. اگر صحابی ها اختلاف کنند، دو تا باشند، این را اصلا متفقون علیه گفته نمی شود. اصلا در اینجا می گویند رواه الشیخان. این خیل اشاره میکنن که این حدیث را این متن را هر دوی شیخان یعنی که هر دوی امام های صحیح روایت کرده اند، اما از صحابی های مختلف.
و وقتی که متفقون علیه میگویند یعنی که هر دویشون روایت کرده‌اند و حدیث ها برمیگردند به یک صحابی. اما این نقطه اضافگی هست، کسی که فهمید خوب، اگر نفهمیدید باقی ندارد. چیزی که در همین جا الان نوشته شده است همین را فهمید خوب می شود. اکنون با والحسن ما کان اسناده دون الاولی فی الحفظ والاتقان، و حسن آن است که اسنادش از قسمی اولی در حفظ و اتقان کمتر هست. من هر یکی از این قسم ها رو با شما یعنی میفهمونم. حالا من فقط ترجمه همین کتاب رو، همین متن کتاب رو برای شما پیش کرده ایستادم و کمک در مابین میفهمونم. در اینجا میگوید که حدیث حسن آن حدیث رو گفته می شود که اسنادش از قسم اولی یعنی که از قسم صحیح در جهتی در صفتی حفظ راوی، حفظ و اتقان یعنی که در خاطره راوی کمتر هست. و یعمه والذی قبله اسم الخبر القوی، و آن را یعنی حسن را و پیش از آن را یعنی قسم صحیح را نام خبر قوی برمیگیرد، یا اینکه قسم الخبر القوی برمیگیرد. وقتی که ما بگوییم خبر قوی یعنی که حدیث قوی، دیدید که چه در اینجا الکی الخبر چی هست؟ کلمه هست که مرادف هست به حدیث. در اینجا به کدام معنا آمده است؟ به معنایی که مرادف حدیث هست، یعنی که اشاره به گفته ها و افعال و تقریرات پیامبر صلی الله علیه و سلم. دیدید که چه مقدمه علمی مهم هست و اگر با مقدمه علمی اگر نآموزید یا اینکه با استاد و استاذه اگر نآموزید شاید خطا کنید. خوب، پس در اینجا الخبر القوی یعنی که حدیث قوی وقتی که ما میگوییم هم قسمی حسن و هم قسمی صحیح رو در نظر داریم، یعنی این رو در اینجا مؤلف میگوید. و بعدا میگوید جیم و ضعیف ما لیس واحدا منهما، و ضعیف آن است که هیچ یک از آنها نیست، نه شرایط صحیح رو پورا میکنند و نه شرایط حسن رو پورا میکنند. این یعنی تعریفات امام ابن ملقین اگر من راستش رو در اینجا بگویم خیلی یعنی کم هست، خیلی کوتاه هست و اصلا برای ابتدا کننده گرچند که این خیلی شاید معلوم شود که این خیلی کتابی سهل هست و آسان هست، اصلا کتاب ها وقتی که مختصری بعد میشوند مغلق میشوند، یعنی قلف میشوند، محکم میشوند. ابتدا کننده نمیفهمد که چی گفته میشود در اینجا. بعضی وقت برای ابتدا کننده همون تفصیلاتی بیشتر خوب هست. بعد میگوید که و انواعه، نوعهای اقسام حدیث زائدتون علی 80، زیادتر از 80 اقسام می باشد. اولش رو میگوید المسند و هو ما اتصل اسناده الى النبی صلی الله علیه و سلم و یسمى موصولا ایضا. یعنی مختصر کرده در اینجا میگوید که حدیث مسند آن حدیث رو گفته می شود که اسنادش یعنی سندش با پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسد و آن را موصول نیز گفته می شود یا نیز مینامند. در اینجا خیلی نقطه ها هست، اما ما در درس امروزه فقط در بخش صحیح یعنی توجه میدهیم. الحديث الصحيح لغة الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني. صحيح مقابل بیمار هست، یعنی صحیح از جهت لغوی مقابل سقیم هست یعنی بیمار، و در حقیقت برای جسم ها این کلمه استفاده می شود و مجازاً برای حدیث و دیگر معناها هم استفاده می شود. و اصطلاحاً ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غیر شذوذ ولا عله. اصطلاحاً آن حدیث رو گفته می شود که سند آن یعنی سند آن حدیث به واسطه نقل راوی عادل و دقیق از راوی مثل او تا آخری آن پیوسته باشد، به شذوذ و به علت. و همین خیل به اختصار همین خیل گفته می شود. حدیثی رو گفته می شود که سندش با واسطه نقل راوی که عادل و دقیق باشد یعنی دوام کند تا وقتی که همان راوی عادل و دقیق از دیگر راوی دقیق و عادلی که مثل او باشد تا آخری همون سند همون حدیث یعنی به انتها برسد و سند هم پیوسته باشد و در حدیث یگام بخشش شذوذ و علت نباشد. و در این می‌آیم اکنون همین معنای تعریف اصطلاحی رو نزدیکتر کرده نظر میکنیم. پس ما همین 5 شرایط رو نظر میکنیم. پس شرایط حدیثی صحیح اولش چیست؟ اتصال السند، هر یک راوی سند آن حدیث را مستقیما از کسی که از او بالاتر است گرفته است از اولی سند تا آخری آن، یعنی که سند
هم اول و هم آخر می داشته باشد. آخری سند پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد، گرچه که شاید خیال کنید که اولی یعنی اولی سند پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله به اولین بار یعنی سخن میگوید و بعد شخص دوم صحابی می باشد و غیره. اما یعنی از جهت علمی مصطلح و از جهت علمی همین فن و محدثین آخری سند پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و اولی سند از طرف ما می باشد. یعنی که وقتی که امام بخاری مثلا در کتابش وقتی که از استادش حدیثی روایت می کند، امام بخاری اولی سند می باشد. اما شرط یکمی همین حدیث صحیح چی است که سند باید متصل باشد. همه اشخاصی که در سند همین حدیث می آید که من یعنی امیدوارم که همه میفهمد که من چی رو در نظر دارم وقتی که من مثلا یا اینکه من خودم رو نمیگویم، وقتی که امام بخاری یک حدیث را روایت میکند به شاگردانش، مثلا حدیث را از کجا گرفته است؟ امام بخاری که در سال 194 تولد شده است، در سال 256 وفاتش بود. پس امام بخاری همین حدیث را از کجا گرفته است و از کجا در همین کتاب صحیحش نوشته است؟ از این که از استادش شنیده است، از امام مثلا حمیدی یا اسحاق ابن راهوی یا راهویه، و همین استادش از دیگر کس بالاتر، یعنی که پشتر میرویم، پستر میرویم در تاریخ. خب پیش بعد زمانه خود نمی آیم، پس میرویم به زمانه پیامبر صلی الله علیه و آله. چون که پیامبر صلی الله علیه و آله در سال 11 هجری وفاتش بود، امام بخاری در سال 256 چنانی که من گفتم. پس بین آنها قریب چی هست؟ قریب دو نیم صد سال هست. همین خیلی نیست؟ قریب 200 سال هست، یا مثلا یعنی اختصار کرده بگویم، آسان تر کرده بگویم 200 سال هست. پس در این 200 سال میتواند که در بین امام بخاری و پیامبر صلی الله علیه و سلم میتواند یعنی 3 4 5 اشخاص باشد. یعنی امام بخاری از استادش شنیده است، این دوم شخص شد، بعد استادش از دیگر کس و آن شخص از دیگر کس، که مثال رو من برای شما می آرم. اما عموما همین خیلی می باشد. در صحیح البخاری یعنی کمترین عدد راویانی که در بین امام بخاری و پیامبر صلی الله علیه و آله آمده 3 تا هست که این رو ثلاثیت گفته می شود. من اصلا این رو برای شما گفتنی نبودم، اما یعنی خیلی جالب هست این نقطه ها، برای همین بعضی وقت پیش میکنم. و درازترین سندی که در صحیح بخاری می باشد یا بین امام بخاری و پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد 9 اشخاص می باشد. پس در این 200 سالی که هست تقریبا، یا اینکه میتواند امام بخاری از کلان سال ترها شنود حدیث رو که در بین خودش و پیامبر صلی الله علیه و آله 3 4 شخص می باشد، یا از بعضی وقت یک کس از دوستش یا از معاصرش میشنود. پس این سند حدیث رو درازتر میکند. یعنی که مقصد همین شرط اول همین هست که سند باید متصل باشد، یعنی که پیوسته باشد، یگان کس در مابین باید حذف نشود. دوم شرط صحیح همین هست که عدالت راویان حدیث باید عادل باشند. یعنی که هر یک راوی آن، یعنی راوی همین سند حدیث باید یعنی 5 شرایط رو در اینجا ذکر کرده است. یعنی علما که من برای شما نوشتم: مسلمان، بالغ، عاقل، غیر فاسق، یعنی که فاسق نباشد، و محروم از مروءه نباشد. همین مروءه معنایش آبرو هست، عزت هست، عزت نفسی، که یک شخص آبرو عزتی خوب داشته باشد. و این یعنی عادل یا راوی عادل کی را گفته می شود؟ در این هم در بین محدثین فرق هست. بعضی ها یعنی 2-3 شرایط رو ذکر میکنن، بعضی ها 7 شرایط رو ذکر میکنن، اما این همشون همین نقطه ها رو پیش میکنن، اما طریق حساب کردنشون دیگر می باشد. بعضی وقت بالغ و عاقل رو یعنی در یک جای ذکر کرده می شود، یعنی مکلف میگویند. بعضی وقت اینها رو جدا حساب کرده می شود، یعنی هدف من رو فهمیدید. اما مشهور همین هست که 5 نقطه رو پیش کرده می شود و این هم در تیسیر و مصطلح الحدیث از شیخ محمود طحان همین یعنی ذکر شده است. ضبط راویان حدیث، ضبط روات الحدیث، یعنی که خاطره، حفظی. ضبط نوشتم اما حفظ شاید بهتر میشد همچون ترجمه. یعنی که هر یک راوی آن کامل و ضبط باشد،
یعنی که حفظ و خاطره کامل داشته باشد، یا اینکه میتواند که این خاطره سینه باشد یا خاطره کتاب. خوب، یا حفظ سینه و یا اینکه حفظ کتاب. این رو گفته میشد و یعنی اصطلاح حدیثی ضبط الصدر کسانی که میخواهند، یا اینکه ضبط الکتاب. خوب، مضاف مضاف الیه. یعنی چی؟ یعنی که از جهت عدالت، یعنی که اگر این عادل باشند، از جهت خاطره، قوت خاطره هم باید تا یک درجه باشند، مخصوصا وقتی که حدیث را تحمل کرده، گرفته ادا میکنند، یعنی که به پیش میدهند. آنها باید در این دوران خاطرشان در مورد همین حدیث کامل باشد، باید همین حدیث فراموش نکنند. این خیلی نمی شود که حدیث را از استادشان میشنوند، بعد کمک فراموش میکنند، بعد از دو سه کس میپرسند که چه خیلی بود، بعد دوباره به خاطرشان رسیده یعنی پیش میکنند. این خیلی باید نباشد. یعنی از جهت خاطرشان باید خاطره قوی داشته باشند و حدیث را از وقتی که میشنوند تا وقتی که ادا میکنند به شاگردانشان، یعنی میدهند به شاگردانشان، باید کاملا چی باشند؟ تماما باید قوت ضبطشان، یعنی قوت حافظه و حفظ و خاطرشان باید 100% باشد، باید کامل باشد. اما یعنی در اینجا دو قسم هست، یا اینکه راوی میتواند که سینه خود را، یعنی همین خاطره خود را استفاده کرده حفظ کند، حدیث را از کله خود، از سینه خود یعنی بدهد، از خاطره خود پیش کند، یا اینکه میتواند به کتاب خود نویسد. مثلا به مجلس علمی اگر رود، از شیخ الحدیث اگر حدیث رو شنود و نویسد، درست نویسد، همه نقطه ها رو گرفته بتواند. پس اگر شاگرد نخواهد که به خاطره خود اعتماد کند و از خاطره و با خاطره خود حدیث را بگیرد و از خاطره خود پیش کند، میتواند که به کتاب خود حدیث را نویسد، به دفتر خود حدیث را نویسد و از دفتر خود حدیث را پیش کند. این یعنی در مورد من و شما نیست، این در مورد همان زمانه هست که در آن وقت حدیث شفاهتاً یا اینکه دهان به دهان داده میشد، یا اینکه مجلس های حدیثی بود و در آن وقت الکی حدیث ها در کتاب ها جمع نشده بود. ما حالا در زمانه هستیم که تمامی حدیث ها، تمامی احادیث الکی در کتاب ها تصنیف شده اند. حالا یعنی مجلس های، این خیلی مجلس های حدیث نمیشود که ما رویم به خاطر گیریم و برای یک شخص دیگر ما از خاطره خود حدیث رو یعنی چی کنیم؟ ادا کنیم، یا اینکه بدهیم، یا اینکه در دفترهای خود نویسیم. ما اگر مجلس حدیث در این زمانه رویم، ما همون کتاب حدیث رو گرفته می رویم، از کتاب یعنی داخل کتاب رو نظر کرده، درون کتاب رو نظر کرده میشنویم، و این هم فقط از جهت برکت هست، برکت همین مجلس حدیثی و همین مجلس علمی. وقتی که راوی از بسینه خود میگیرد، یعنی به خاطر خود حدیث رو میگیرد و از خاطره خود پیش میکند، من گفتم که باید خاطرهش در همین دورانی که حدیث رو میشنود و حدیث رو پیش میکند، از اولی همین تا آخری همین دوران باید حافظش کامل باشد. اگر حدیث ها رو درس بدهد و پیش کند و بعداً پیر شود و خاطرش کم شود و ضعیف شود، این باقی ندارد. و اگر راوی باشد که حدیث را به کتابچه خود، به دفتر خود میگیرد و از دفتر خود ادا میکند یا اینکه به دیگران میرساند، شرط این قسم همین هست که باید بر دفتر خود محافظ باشد، باید هیچ وقت دفتر خود را به دیگران ندهد و همه وقت بداند که دفتر حدیثیش، کتاب حدیثیش در کجا هست، در دست کی هست، در دست یگان کس باید نباشد. برای چی؟ برای که بعضی وقت در تاریخ یعنی خیلی قصه ها و نقل های جالب شده هست، کسی که زندیق بوده است، یعنی که خواهد، یعنی کافری که بخواهد که مسلمان ها را شکست بدهد، آنها یعنی بر رسمی یا اینکه بر خود را همچون مسلمان گفته پیش میکردن یا حتی طالب علم گفته پیش میکردن و چی میکردن؟ همین کتاب های حدیث یا اینکه دفترهای حدیثی بعضی اشخاص رو میگرفتن یا اینکه همچون شاگرد بوده یا هم کورس بوده گفته میگرفتن و در درون همین یعنی کتاب های حدیثی، دفترهای حدیثی همین شاگردان حدیث چی میکردن؟ بعضی حدیث ها رو اضافه میکردن، در بعضی یعنی
حاشیه های همین دفترهاشون بعضی حدیث های بیشتر رو اضافه میکردن و کوشش میکردن که یعنی به همون حسن خطی همون شاگرد نویسن تا اینکه در آینده این شاگرد چی شود سرگم زند و فکر کند که همین حدیث هم اصلا حدیث هست و از همون شیخ شنیده هست. همین خیل بعضی وقت چی میکردن در کتاب ها این رو گفته میشود دس، یعنی که در کتاب ها یعنی زهر می انداختن، یعنی که حدیثی بافته شده و دروغ رو شامل میکردن. و تا اینکه همین کار نشود شرطی راوی که حدیث را بر کتابچه خود بر دفتر خود می نویسد و از دفتر خود درس می دهد یا پیش می کند باید بر کتابچه خود محافظ باشد و به یگام کس دفتر خود را ندهد و اگر هم بدهد یا نشان بدهد در زیر نظارتش باید باشد. خوب، از همین جهت هست که بعضی وقت درباره بعضی محدثین بعضی وقت کلام های یا گپ های نادرست گفته می شود از همین سببی که یگم دفترشان کسی یگم روایت رو نوشته است و بعد چی شده است مردم به همین محدث همون حدیث رو نسبت می دهند و بعضی ها بعد گپ های ناشایسته و نادرست به همین محدث یا به همین طالب علم بعد می گویند، وقتی که در اصل این یک تهمت هست به همون محدث یا اینکه به همون طالب علم. این یعنی خیلی تاریخی دور و دراز دارد، من نمیدانم برای چی برای شما پیش کردم، اما این خیلی یعنی جالب هست. نقطه چهارم همین است که خالی باید باشد از شذوذ. خب یعنی که حدیث باید شاذ نباشد و این همش کلمه های عربی از شذوذ و شذ فهمانده نمیتوانم، کلمه یعنی ترجمه درست ندارد. این برای همین شاذ حدیثی شاذ که حدیث را گفته می شود حدیثی که راوی با اعتماد، یعنی که راوی که ثقه باشد، یعنی حدیثی که عادل باشد و ضابط باشد، یعنی که هم عادل باشد یعنی آبرو یعنی عدل خوب داشته باشد و خاطره کتابی یا که سینه خوب داشته باشد، همین راوی را یعنی راوی مستحکم را راوی ثقه گفته می شود، یعنی که با ثقه. خوب، همین حدیث شاذ حدیثی را گفته می شود که راوی که ثقه باشد با اعتماد باشد وقتی که همین راوی ثقه به خلاف یک دیگر راوی که از او بیشتر ثقه هست وقتی که حدیث را روایت می کند. فهمیدید؟ اما این شرط وابسته به فهمیش شاذ هست که شاذ یعنی حدیث شاذ هم یک بخش خود را دارد. من اگر اونقدر نفهمیدید باقی ندارد، وقتی که من برای شما حدیث شاذ را وقتی که درس دادم بعد این شرط را میفهمید. برای حالا فقط همین قدر بفهمید که 5 شرایط هست و 4م شرط همین هست که حدیث صحیح باید شذوذ یعنی که جمع شاذ می باشد، باید شذوذ یا شذ باید شذوذ نداشته باشد، حدیثی شاذ نباشد. خوب، و آخرین نقطه که این یعنی آسان‌تر هست از نقطه بالاگی و این است که حدیث باید خالی از عیبی مخفی باشد، عدم العله، یعنی که علتی مخفی یعنی که عیبی مخفی نداشته باشد، یعنی که حدیث علت دار نباشد و علت یعنی در اینجا علت تاجیکی یعنی که فارسی نیست که معنایش سبب باشد. علت یعنی این یک اصطلاح حدیثی است که معنایش چی است؟ سببی پنهان است که در صحت حدیث نقص می آرد با وجود آن که ظاهری حدیث سالم معلوم می شود. خب یعنی که ظاهرا حدیث این خیلی معلوم می شود که همه 4 همین شرایط را پوره می کند. خب و حتی از جهت یعنی ظاهرش هم همه حدیث سالم و صحیح معلوم می شود، اما از جهت آن که یعنی از جهت آن که یک محدث تمام حدیث های دیگری را که در همین باب هست از آنها آگاه هست و می داند این حدیث را کی روایت کرده است و چندین طرق دارد، چندین یعنی سندها دارد و غیره. بعضی وقت محدثانی که مهارت دارند در همین علم حدیث و علم علل حدیث بعضی وقت باز هم با وجودی که حدیث سالم و صحیح معلوم می شود از ظاهرا باز هم حدیث رو می گویند که این حدیث عیب دارد و یعنی این حدیث رد کرده می شود، چون که یک سببی هست که خیلی پنهان هست که آنها استخراج کرده می فهمانند.
خوب، امیدوارم که این رو فهمیدید. اگر نفهمیدید همین بخش علت هم به خودش یک قسمت دارد که حدیث معلل گفته می شود، حدیث معلل که انشالله فهمانده می شود. برای همین صحیفه و تا همین جا انشالله درس رو می گذاریم. من همین قدر می خواهم که شما باید بگیرید که شرایط حدیث صحیح 5 تا هست. تعریف رو خوب بدانید و همین 5 شرایط رو درست بفهمید. بعضی نکته هایی که من اضافه کردم از آنها هم آگاه باشید و اگر همین رو تا درسی پگاه اگر خوب بدانید و تا هفته آینده خوب یاد بگیرید، همین هم کافی هست. خوب، من اصلا میخواستم خیلی زیاد در اینجا درس بدهم دیگر صحیفه ها، اما در همینجا میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.